سلام به شما که همراه ما هستید تا نگاهی عمیق‌تر به دنیای فناوری و تحولاتش بندازیم. امروز سراغ یه موضوع خیلی داغ رفتیم. میخوایم ببینیم هوش مصنوعی دقیقاً داره با دنیای طراحی تجربه و رابطه کاربری یا همون UX UI چی کار میکنه. کلی حرف و حدیث هست. آیا واقعاً قراره جای ما طراحا رو بگیره یا نه داستان چیز پیچیده تر از این حرف هست؟ بیایید با همین موضوع رو باز کنیم و ببینیم منابع و گزارش ها چی میگن. اولین نکته‌ای که خیلی روش تاکید شده اینه که هوش مصنوعی خب فعلا بیشتر نقش یه دستیار خیلی قوی رو داره بازی میکنه. درسته؟ دقیقاً همینه. ببینید چیزی که گزارش‌ها نشون میدن اینه که هوش مصنوعی در حال حاضر توی خودکار کردن یه سری کارها فوق‌العاده است. مثلا چه کارایی؟ مثلا کارهای تکراری، کارهایی که حجم زیادی دارن. فرض کنید تحلیل کلی داده از رفتار کاربرا یا حتی ساختن اون طرح‌های اولیه وایرفریم ها. اینا کارهاییه که هوش مصنوعی میتونه خیلی سریع‌تر و شاید با دقت بیشتری در حجم بالا انجام بده. آها. تون آزاد میشه که برید سراغ لایه‌های عمیق‌تر کار. یعنی تمرکز روی بخش‌های خلاقانه‌تر و استراتژیک‌تر. دقیقاً. بخشایی که نیاز به تفکر استراتژیک داره، نیاز به خلاقیت واقعی داره. پس میشه گفت اون جادوی انسانی کار، اون درک عمیق نیازها و احساسات کاربر، اون نگاه فرهنگی، خلاقیتی که از فهم عمیق مسئله میاد، اینها همچنان تو زمین بازی ماست. گزارش‌ها هم همینو میگن. بله، دقیقاً. حداقل در شرایط فعلی که اینطوره. هوش مصنوعی با تمام پیشرفتش نمیتونه اون جرقه خلاقیت اصیل یا اون همدلی عمیقی که لازمه کار ماست رو جایگزین کنه. همدلی، نکته مهمیه. اما خب اینجا نقطه‌ایه که بحث واقعاً جالب میشه. آینده‌ای که منابع دارن ترسیم میکنن جایگزینی کامل نیست، بلکه یه دنیای همکاری تنگاتنگ و هوشمندانه بین انسان و ماشینه. همکاری یعنی نقش طراح داره عوض میشه. بله، داره متحول میشه. از کسی که صرفاً یه سری چیزها رو اجرا میکرد به سمتی میریم که طراح استراتژی تعریف میکنه. یعنی رفتار سیستم‌های هوشمند رو طراحی میکنه و حتی شاید مهمتر از اون بر جنبه‌های اخلاقی این سیستم‌ها نظارت میکنه. وای، طراحی رفتار سیستم هوشمند و نظارت اخلاقی، این دیگه واقعا یه سطح دیگه است. یعنی دیگه فقط بحث طراحی پیکسل و دکمه و اینها نیست. داریم در مورد طراحی رفتار و اخلاق صحبت میکنیم. دقیقاً. خب طبیعتاً این تحول بزرگ ابزارها و مهارت‌های جدیدی هم میطلبه. توی گزارش‌ها به ابزارهای جالبی هم اشاره شده بود. مثلا چیزایی مثل میدجرنی برای ایده پردازی تصویری که خب خیلی‌ها دیدن. آره، میدجرنی خیلی سر و صدا کرده. یا مثلا چت جی پی تی برای کمک به تولید محتوا، کاپی رایتینگ و اینها. یا حتی ابزارهایی مثل یوزرد که میگن میتونه طرحهای دستی شما رو سریع به کد یا طرح دیجیتال تبدیل کنه. بله، اینم خیلی کاربردیه برای مراحل اولیه. و جالبتر این که حتی ابزارهای اصلی و بنیادی مثل فیگما و ادوبی ایکسی و اینها هم دارن به سرعت قابلیت‌های هوش مصنوعی رو اضافه میکنن به پلتفرمشون. انگار یه رقابتی هم هست. حتما همینطوره. هیچ کس نمیخواد عقب بمونه. خب با این همه تغییر و تحول، اگه شما الان یه طراح UX UI هستید یا حتی میخواید تازه وارد این حوزه بشید، کلیدی ترین مهارت‌هایی که باید روشون تمرکز کنید چی هستن؟ سوال خیلی خوب و مهمیه. ببینید گزارش‌ها روی دو دسته مهارت تاکید دارن. یکی مهارت‌های فنی جدید، یکی هم مهارت‌های نرم و انسانی. خب اول از فنی‌ها بگید. فنی‌ها خب مشخص‌تره. اول از همه داشتن یه سواد پایه از هوش مصنوعی، یعنی بفهمیم این ابزارها چطور کار میکنن، محدودیتاشون چیه. بعدش چیزی که خیلی مهمه، مهندسی اعلانه یا پرامپت انجینیرینگ. یعنی بلد باشیم چطور با این هوش مصنوعی ها حرف بزنیم که بهترین و دقیق ترین خروجی رو بهمون بدن. آها، یعنی یاد بگیریم چطور سوال درست بپرسیم ازشون. دقیقاً. و البته توانایی تحلیل داده ها همچنان مهمه، شاید حتی مهمتر از قبل، چون هوش مصنوعی میتونه حجم زیادی داده تولید یا تحلیل کنه و ما باید بتونیم ازش معنی استخراج کنیم.
پس سواد AI، پرامپت نویسی، تحلیل داده. حالا بریم سراغ مهارت‌های نرم و انسانی که گفتید. اینجاست که به نظرم وجه تمایز اصلی شکل میگیره. اول تفکر انتقادی. یعنی چی؟ یعنی اینکه خروجی هوش مصنوعی رو چشم بسته قبول نکنیم، بتونیم ارزیابیش کنیم، نقاط ضعف و قوتش رو ببینیم، بفهمیم کجا به درد میخوره کجا نه. درسته. بعد همون همدلی عمیق با کاربر که قبلا هم گفتیم، این چیزیه که هوش مصنوعی فعلا نداره و ما باید تقویتش کنیم. خلاقیت برای پیدا کردن راه حل‌های واقعاً نوآورانه، نه فقط تکرار الگوها. توانایی استدلال اخلاقی خیلی مهم میشه، چون با سیستم‌های هوشمندی سر و کار داریم که میتونن تأثیرات بزرگ و گاهی ناخواسته داشته باشن. بحث اخلاق هوش مصنوعی خودش دنیای بزرگه. بله واقعاً، و شاید مهمتر از همه اینها انطباق پذیری و اون میل به یادگیری مداوم، چون این حوزه به سرعت داره تغییر میکنه. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی از توصیه‌های این گزارش‌ها برای شما که دارید گوش میدید ارائه بدیم، اول اینکه ذهنتون رو باز نگه دارید. یادگیری مستمر کلید اصلیه. با ابزارهای جدید کار کنید، آزمایش کنید، نترسید. دقیقاً، کنجکاو باشید. دوم اینکه روی تقویت اون مهارت‌های منحصر به فرد انسانیتون سرمایه‌گذاری کنید. تفکر استراتژیک، خلاقیت، همدلی، تفکر انتقادی، اینها سلاح‌های شما هستند. اینها وجه تمایز شما خواهند بود. و البته گزارش‌ها به نقش سازمان‌ها هم اشاره می‌کنن. اونها هم باید کمک کنن. بله، سازمان‌ها باید فضای یادگیری رو فراهم کنن، آموزش بدن و حتی شاید لازم باشه نقشای شغلی رو باز تعریف کنن تا با این واقعیت جدید همخوانی داشته باشه. پس در نهایت پیام اصلی اینه که هوش مصنوعی خب پایان کار طراحان UX UI نیست. اصلاً نیست، بلکه آغاز یک فصل جدیده، یه تکامل برای نقش طراح. یه فرصت برای رشد، برای عمیق‌تر شدن و برای شکل دادن آگاهانه به آینده تعامل انسان و ماشین. دقیقاً، آینده‌ای که میتونه تجربه‌های خیلی بهتری رو برای همه ما بسازه اگه درست هدایتش کنیم. و شاید یه سوال جالب که بد نباشه شما هم بعد از این گفتگو بهش فکر کنید اینه: با توجه به اینکه هوش مصنوعی داره روز به روز بخش بیشتری از کارهای اجرایی و ساختنی رو به عهده میگیره، آیا محصول نهایی کارای طراح در آینده فقط همون رابطهای کاربری بصری و اینهاست، یا ممکنه خیلی فراتر بره، مثلا شامل طراحی پروتکل‌های رفتاری برای خود هوش مصنوعی بشه یا تدوین چارچوب‌های اخلاقی برای تعامل درست با اون؟ آینده این حرفه ممکنه خیلی وسیع‌تر و هیجان انگیزتر از چیزی باشه که امروز حتی میتونیم تصور کنیم.